دوستان سلام. یه اختلاس جدید رخ داده. قبل از در واقع گفتن اون اختلاس جدید من گفتم یه فلش بک بزنیم به گذشته و ببینیم اختلاسای گذشته و اونایی که اعلام شده و علنی شده در واقع رسانه ها چی بودن. همونجوری که می‌بینید سیستم جمهوری اسلامی اصلا کلا فسادزاست. حالا هر از گاهی بعضیاش اعلام میکنن و همیشه فساد وجود داشته و در سطح جامعه فکر کنم همه اینو لمس کردن و دیدن که بدون راویگری و بدون رشوه و فساد چیزی جلو نمیره. خب حالا چی برسه به سطح‌های بالای مملکت. خب نفر اول حسین فریدون برادر آقای حسن روحانی هستن که ایشون هستن و گندشتر اومد. در واقع نفر دوم مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری ایشون هستن و در واقع حالا برای اطلاعات بیشتر میتونید سرچ بکنید. من نمیخوام ویدیو طولانی بشه. نفر بعدی شبنم نعمتزاده دختر محمد رضا نعمتزاده وزیر سابق سمت دوره اول روحانی هستن. ایشون هم در واقع فساد داشتن و رسانه ایشون. نفر بعدی هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری وزیر سابق کار و رفاه حسن روحانی ایشون هستن. بله فکر کنم به خاطر حمل این پرونده ها رگ سیاتیکشون گرفته و الان در مرخصی هستن. بریم سراغ نفر بعدی احمد هاشمی شاهرودی. احمد هاشمی شاهرودی برادرزاده و داماد هاشمی شاهرودی عضو مجلس خبرگان. فکر نکنم بخوام اینو در واقع تفسیر بکنم از این قیافه و از این شال و از این ریش و پشم و از این داستانا معلومه چه جونوری بوده دیگه. میریم سراغ نفر بعدی آقای ابوالفضل میرعلی داماد امام جمعه سابق سبزوار. ایشون تو کار صادرات در واقع حجج بودن و از این داستانا فکر کنم حالا من پیش بینی میکنم که در آینده انشالله گند اینایی که در واقع میرن کربلا و بودجه میگیرن از کشور اینا یه چند تاش گندش در میاد چون همش اختلاس. نفر بعدی تاج سر ما اکبر طبری. فکر نکنم این هم احتیاج به معرفی داشته باشم. البته اینم بگم یه پرانتز باز بکنیم. تو سر دوستای ما چرا من دوستایی مثل این ندارم. ایشون هم که حالا معرفی حضورتون هستن. نفر بعدی آقای ابوالفضل میرعلی داماد امام جمعه سابق سبزوار. ایشون هم در واقع ببخشید ایشون محمد مصدق هستن که 2 فرزند داشتن و معاون قوه قضاییه بودن. من اینو اشتباه نام بردن. محمد مصدق هستن که 2 پسر داشتن 2 شازده داشتن و اختلاس داشتن دیگه. ایشون هم میتونید یه سرچ داشته باشید. حالا میرسیم سراغ آخرین فساد موجود. فساد 3 میلیارد دلار در واردات چای. 3 میلیارد دلار در واردات چای دبش. یه شرکت هست به اسم شرکت دبش که 3 میلیارد دلار نیمایی گرفته و فساد تولید کرده. یعنی دلار ارزون گرفته و اونو عرضه کرده تو بازار با دلار 55 58 همون در واقع حالا ما میگیم 50 با 50,000 تومان فروخته تو بازار. اگه یادتون باشه 7 میلیارد دلار منابع ارزی بروکه شده که همه رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردن که این دلارها آزاد شده و این همه پروپاگاندا ایجاد کردن. خبرگزاری فارس، خبرگزاری جمهوری اسلامی و تمام خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کردن 7 میلیارد دلار بود و 3 میلیارد دلار فقط دادن از شرکت چای. یه شما حساب بعدش بکن. حالا برای درک بیشتر برج خلیفه دوبه که این همه تبلیغش میکنن و این همه در واقع میان اونو بولد میکنن و این همه سرمایه‌گذار جلب کرده و دبی شده دبی امروزی 1.5 میلیارد دلار هزینه شده. یعنی ما 2 تا برج خلیفه درست میکردیم 2 تا برج خلیفه درست میکردیم تازه میشد 3 میلیارد دلار و اون موقع چی میشد؟ چی بگه آدم؟
فقط برای شرکت چای 2 تا از این برج بهش دادن. مسئول اینا کیه؟ ساختار قدرت جمهوری اسلامی کیه؟ اینو نگاه بکنید. رهبر جمهوری اسلامی چیه اعلام میکنه؟ قوه قضاییه، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، مجلس تشخیص مسائل، صدا سیما، پروپاگاندای جمهوری اسلامی، مشاوران ارشد رهبر، شورای نگهبان. شورای نگهبان زیر نظر کیه؟ رهبر. شورای نگهبان چی تعیین میکنه؟ مردم چی انتخاب میکنن؟ هر چی که ایشون انتخاب کرد. خیلی هرسم در اومده. من این همه خندیدم، همش از هرس بوده. واقعا عجیبه برام. موفق باشید.